باشه یه کاری میکنم عشقت شب هست بیمم شب قطعا هستم دوش هدف پر کنیم دیگه. هدف ماشین که پر شد دیگه، نوبت اتاقه، یکم به اتاق برسیم. آره بچه آراتی برنامه که واسه اتاق دارم بذارید همین الان بگم. برنامه‌ای که واسه کل اتاق دارم اینه. میخوام اینو بردارم، خب اینو کامل میخوام بردارم، یه تابلو اینجا، یه تابلو جای 3 تا 4 تا تابلو قراره اینجا قرار بگیره. و برنامه بعدی که دارم هدف کورنر لایت بذارم و یه کورنر لایت حالا یا باید بذارم اینجا یا اینکه به جای کورنر لایت مثلا یه دونه دیگه از اینا بگیرم. خودم دلم از اینا بگیرم، یه پک دیگه از اینا بگیرم. نمیدونم قیمتشون چنده؟ نانو لیفا محمد کی عروسی با کی؟ اولمون کن بابا، ما یه بار عاشق شدیم یه صف جد آبادم. استاد نه پارسا اون اکانت اون آنلاین تو نیستی ناموسا. اون اکانت هم پارسا جان آفلاین ان اینا که شاید چون تو پارسا این بازی اکانتمو توی دیسکورد فرستادم. ببین خودت ریکوست تو جوین میتونی بدی به من؟ بیا اینو اد کن. وای سرت میخوام من یه بار بازی رو ببندم دوباره بیام یا نه؟ 9 میلیون پوینت دارم آجی. اسمت آهباه؟ احوا ژاپنیه. احوا پارسالیپ دوله کرده دول اصلی. آره دول اصلی. بیا احوا اومد اینوایتت کردم. از این خر رو من یه دقیقه موو بدم. آن کیسی صدات نمیاد. صداشو دارین شما؟ نه میوت کرده. چی زد منو؟ مرسی محمد دمت گرم داداش. محمد خودت بیا این جاها رو بگیری، موبیل جذبی میگیره اینجا میکنتمون. شیر مادر نان پدر حلالت محمد دمت گرم. اونجا موجود بابا دمت من تو چی محمد چه قد آدم با شعوری هستی جی. دمت گرم. ببین این پای که میبینی کاپ خایمال قرن داره اصلا بر نخوره حرفش بهت قرن. وای چه خر بابا آخه بمیر. وای ببین به حضرت عباس اگه بذارم کجا به جون مادرم من کیم بابا ان تو این بازی ان تو دمیریزت واقعا از صمیم قلبم گفتم. حقت حاجی حقت واقعا خوشحالم. با یه فیک حل شد. یه 5 دقیقه در صبر بود. آقا راه رو پیدا کردن که نکردیم آقا استرو میبندیم دیگه فوقش. استرو میبندیم. یه رودخونه بچه این ور من دیدم. اینجا که اول بازی بوده. آیتم. اون ورم که راه نداره. وای اینا خیلی خطرناک. این ورم که ما موقع ورودمون بوده. تنها رودخونه‌ای که من دیدم اینجاست. همین پلو برو پل. اینه خیلی خوب بله. دونیت شدی اسکیپ کنی داره چون تعداد داریم آقا همین من بالا سمت چپ کافتریا بودم. حالا بهش داشتیمش دیگه داریمش. حالا بریم. حیفا سری داشت میخورد رو من میرم پشت سر سام هر جو میره میرم واقعا نمیفهمم. سامو داریم میبینیم که سمت رفته سمت ویپنز. شلوغ نکن حمید استفان. من پشت این چجوری من باید انجام بدم؟ عالی. بدو اسکو انجام بدیم. بدو یه نفر باید بیاد.
سام تنه اینجا چیکار میکنی سام؟ دارم تسک انجام میدم. راحت کن برو. چی نگو تو گیم. این کردم تو باور سابوتاژ؟ نمیشه. خب نرفتین شما سابوتاژ چیزاشو کردم. بزنید؟ داشتم تو آریا رو میزدم، یعنی 1 ثانیه مونده بود که آریا رو خب یه سوال دارم، شما الان نرفتید اون دکمه انو نه بزنید؟ هیچکی نیومد اون منو بزنه، من خودم داشتیم وایساده می‌رفتیم بودم بزنیم. منتظر. خب یکی خیلی بیاد که نه این بزنه. حاجی واقعا رو بازی در آوردید. بزن. اکبر سر همتون کنم. خیلی من فکرم شما همتون رو گاییدم. پاگو بذارین استفا. چت بابا بودو ببینم. به منم یه رول داد نمیدونم چیشون چیکاره. آره دیگه درست یا بود، آه. انجینیر بهت میده که میتونی ونت کنی بری اینور اونور، یا بعد که میمیری میتونی چیز بشی گاردین بشی نظری بزنه. پارسا شهر دم دست بودی زدمت. همه ما رو میزنه جی هم پردیکشن تو چیز کردی؟ پردیکشن جدید گذاشتم بچهای چت. پردیکشن جدید کی نیومد تو؟ من تو آمادم. پردیکشن جدیدم میذارم. اوکی بریم دانیال استارت. لوز شدن.